با درود و فرمان خدمت همه شما رفقای گلم، خیلی مخلصیم. بریم بدون هیچ بحث و جدلی سراغ قسمت دوم از بررسی 4 قسمت نهایی سریال برلین. و اینم بهتون میگم که تا قبل از شب، یعنی روز جمعه بهتر بگم، تا قبل از روز جمعه 3 قسمتی که از سریال گناه فرشته نظرمو ندادم و صحبت در موردش نکردم، توی یه ویدیو هر 3 قسمتشو نظرمو میگم و ببینیم که چجوری این سریال، چون که اون چند هفته‌ای که داشت انتشار میشد این سریال قسمتاش مهمون داشتیم و نمیتونستم سریال ببینم، هنوزم ندیدمش، ولی تا قبل از جمعه که قسمت 5مش اگه اشتباه نکنم یا 4مش میاد، حتما یه بررسی ازش میذارم تا دیگه برای قسمت بعدیش نخوام جا بمونم. پس بدونش معطلی بریم اول سریال برلین رو تمامش بکنیم و بعد بریم سراغ سریال گناه فرشته. بریم به قسمت 5 سریال برلین شروع بکنیم. خب شروع سریال از همون لوکیشن شروع میشه که بروس و کلیا بودن. خب تو اون لوکیشن مأمور امنیتی اونجا اومد پیش کلیا صحبت کرد اون چیزا در شرایطی که بروس زیر میز بود و موقعی که اومد پشت میز اون مأمور امنیتی دید بروس هم زرنگی کرد و یه وزن پشتش قایم کرد و از تاکتیک دفاعی استفاده کرد و بقیه هم از ترسشون کار نتونستن از پیش ببرن و خیلی راحت تونستن از اونجا در بیان. شاید اگه درگیری‌ها بیشتر میشد و اون 4 تا مرد دیگه چیزی از خودشون نشون میدادن، خطرناک ظاهر میشدن، هیجانم بیشتر میرفت بالا، ولی اونقدر هیجان زده نشدم سر اون یکی پلان. ولی سر پلان ماشین سواری مسابقه خیلی هیجان انگیز بود دوستان و عجیب بود. پیش خودم گفتم چرا فاست فریز رو میرسن تو مانی هایستا و قشنگ جو اون لوکیشن و اون صحنه یه جوری مثل فیلم فاست فریز بود دوستان، جوری که دوتا ماشین کنار هم قرار گرفتن، نگاهایی که به هم میندازه دیدین. خب توی فیلم‌های ماشینی دوتا راننده معمولا قبل از اینکه رانندگی رو شروع بکنن یه نگاه این شکلی با معنا به هم دیگه میندازن قبل از اینکه مسابقه رو شروع بکنن. توی سریال برلین هم همین اتفاق افتاد، ولی فرقی که داشت دو تا دختر بالای یعنی سقف ماشین بوده که چیز عجیبی بود که چرا این دوتا بالای ماشین هستن. ولی در کل لوکیشن و فضای کار خیلی شباهت داشت به فیلم فاست اند فریوس. ولی توی این پلان که ماشین سواری بود، به غیر از حالا هیجان انگیزیش، یه چیز دیگه که دستگیرمون شد فقط از گذشته کامرون یه فلش بکی به ما داده شد و بیشتر از دیتیلز کامرون سر در آوردیم. موقعی هم که خودش و روی توی هواپیما بودن کل دیتیلزهای گذشته‌ش رو برای روی تعریف کرد و ما رو از گذشته خودش با اطلاع کرد که چرا اون فکر و افکار اومد توی ذهنشون، نتونست به مسابقه ادامه بده و بعد که گردنبند رو گمش کرد تو اون وضعیت خیلی بیشتر هیجان انگیز شد که الان گردنبند دست کی افتاده و آیا اینا وارد مشکل میشن یا نه، که دیدیم چه اتفاقی افتاد تاش. کامیل آدم عجیبیه به نظر من. دلیل این که میگم عجیبه، خب از زندگیش با فرانسوا راضی نیست و همش داره میلاله و شکایت میکنه از زندگیش به برلین و میگه که زندگی خوبی ندارم. ولی موقعی که فرانسوا دستگیر میشه احساس نمیدونم حالا عذاب وجدان یا ناراحت میشه واسه فرانسوا و میخواد که دوباره فرانسوا رو به زندگیش برگردونه در شرایطی که راضی نیست از زندگی که با فرانسوا داره. و اونورا که برلین از خدا خواسته برای که تو دل کامیل جا باز بکنه، حاضر که بهش کمک بکنه در شرایطی که میدونه اگر فرانسوا آزاد بشه ممکنه که کامیل بیشتر بره سمت فرانسوا تا بخواد با برلین باشه. ولی خب برلین برای که میگم بیشتر تو دل کامیل جا باز بکنه این ریسکو پذیرفت و کمک کرد به کامیل برای آزاد کردن فرانسوا، که تو قسمت‌های بعدی فهمیدیم که یه نقشه‌های خیلی خطرناکی تو ذهنش داره برلین. میرسیم به قسمت 6 جایی که دامین، روی و کامرون توی یه ونی نشستن و دارن اون لوکیشن هتل رو ترک میکنن، از پاریس دارن به اسپانیا میرن. جایی که واسه من جذاب بود نقش بازی کردن کامرون بود که چقدر تو نقشش فرو رفته بود که به اون شکل که حالا میگفتن اون کوزه خاکستر مادرش توش بوده، موقعی که پخش زمین شد اونجوری گریه کرد، پلیسا محاصرش کردن و موقعی که دامین به عنوان پدر کامرون اومد در آغوشش گرفت. خیلی صحنه تاثیرگذاری بود با وجودی که داشتن نقش بازی میکردن و اصلا چیزی وجود نداشت، ولی انقدر خوشگل بازی کردن اون صحنه رو که مخاطب فکر کنم اشک تو چشاش جمع شد. اون شکلی که کامرون، دامین و روی داشتن اون پلانو بازی میکردن دیگه یه جوری بود که حتی پلیسان دیگه بیخیال شدن و اجازه دادن که این خانواده از گیت رد بشن، در صورتی که خانواده هم نبودن و 3 تا خلافکار حرفه‌ای بودن، ولی بازیگریشون انقدر خوب بود که تونستن از گیت رد بشن. یه صحنه دیگه که واسه من خیلی تاثیرگذار بود، صحنه‌ای که دامین مست شده بود و به دوست دختر سابقش، حالا زن سابقش، زنگ میزنه و موقعی که حالا تو هتل بود شروع به بررسی کرد که چرا زنش
ترکش کرده، دید که با یه مردی در گذشته تو رابطه بوده، موقعی که به فرودگاه میرفته باش رفت که مطمئن بشه دامین از کشور داره خارج میشه که بتونه زن سابقش با یه مرد دیگه بره وارد رابطه بشه. تمام این دیتیلزا رو گرفته بود و مطمئن شده بود که زنش با یه مرد دیگه توی رابطه هست. شبی که مست شده بود، نصف شب زنگ زده بود و از شدت عصبانیت و مستی کل حرفای دلش رو به زن سابقش زد و من خیلی با اون پلان حال کردم. نیاز بود که فردی که روت چیت میکنه یا خیانت بهت میکنه نیاز که همچین حرفایی رو ازت بشنوه و تحقیرت بکنه و عذرخواهی که کرد به نظر من دمین از زن سابقش نیاز نبود. چرا باید عذرخواهی بکنه؟ اون به تو خیانت کرده، اون حال تو رو گرفته، اون زن لایق شنیدن این صحبت ها است، لایق تحقیر شدنه و به نظر من نیازی به عذرخواهی نبود. برای خیانت کردن من مجازات بشی و میتونست خیلی بهتر از این مجازات بشه، به جای که عذرخواهی میکرد از زنه و میگفتش که من مست بودم و فلان و این چیزا، نمیکرد این حرفا رو، نمیزد و فقط همون حرفا رو بهش میزد، تحقیرش میکرد و تلفن تو صورتش قطع میکرد و با یه عذاب وجدان اون زنو رهاش میکرد. این میتونست خیلی بهتر باشه به نظر من. میرسیم به قسمت هفتم. قسمت هفتم جایی که کامیل و برلین میرن به دیدن فرانسوا و بهش دلداری میدن و بهش میگن که ما برات وکیل پیدا میکنیم و به زودی از اینجا درت میاریم. برلین با وجود اینکه آدم جذاب و باحال و خوش‌تیپیه ولی خیلی نامرده. اینو باید صادق باشیم دیگه، چون که بلافاصله بعد اون صحنه میره با دوباره کامیل رابطه جنسی برقرار میکنه. خب این زیاد به نظر من پیام اخلاقی جالبی نداره در شرایطی که میخوای به اون زن کمک بکنی و دلداریش بدی، میخوای شوهر سابقش رو آزاد بکنی بعد این با رابطه جنسی برقرار میکنی. یه پیام اخلاقی جالبی به نظر من نداره. شاید یه پیام اخلاقی داشت نمیدونم، ولی خب من پیام اخلاقی زیاد نصیبم نشد از اون پلان. یه انتقادی میخوام بکنم از قسمت هفتم سریال برلین. بعد از حالا گذشته 7 قسمتی که من همش نظرات مثبت میدادم، ولی الان وقتشه که یه سری نظر منفی بدم و مهمترین نظر منفی که به نظر من باید و جاش بدم این که رابطه جنسی خیلی ساده داره جلوه داده میشه توی این سریال. یعنی خب شما دمین رو میبینید 2 کلام کلن با اون زنی که حالا توی اون منطقه باش دیدار کرد، 2 تا کلام بیشتر صحبت نکردن، 3-4 دفعه همدیگه رو بیشتر ندیدن و میگم کلماتشون کم بود، در مورد هم زیاد با هم صحبت نکرده بودن. و چجوری میشه که میره توی ونش لباسش عوض میکنه و بعد در خونه زن رو باز میکنه میره داخل خونه و باهاش رابطه جنسی برقرار میکنه؟ خب این به نظر شما خیلی مصنوعی و غیر واقعی نیست؟ کجای دنیا توی دنیای واقعی همچین اتفاقی میفته؟ این بهش تجاوز میگن و یعنی دمین رفته تجاوز کرده. خب نه طبیعتا تجاوز نکرده که زنم هپی بوده و دوست داشته که این کارو بکنه. توی دنیای واقعی ما چیزی رو اصلا نمیبینیم یا خیلی به ندرت شاید ببینیم و این شکلی جلوه دادن این صحنه توی این سریالا یه پیام بدی برای این مخاطب داره. حالا میذاریم رو حسابی که آقا فیلم سریاله و واقعی نیست این چیزا. اوکی، مردمایی مثل حالا توی اروپا زندگی میکنن، همین مردم خود اسپانیا این صحنه رو ببینن براشون عادیه و میگن بابا خب فیلمه، واقعی که نیست. ولی مردم محدودی که توی کشورهای مختلف زندگی میکنن، مخصوصا مردم آسیا که خیلی با محدودیت زیادی روبرو هستن، چرا راه دور به همین ایران خودمون که محدودیتشون خیلی زیاده، وقتی همچین صحنه‌ای رو تو این سریال میبینن پیش خودشون میگن واو کاش که مثلا من اسپانیا بودم الان راحت میتونستم با یه دختر وارد رابطه بشم و باهاش رابطه جنسی برقرار بکنن. ولی خب اینجوری نیست، اینا فیلمه و واقعیت نداره و کارگردان باید به اینا فکر کنه که آقا ممکنه همه این صحنه رو به دید فیلم برداشت نکنن و واقعا این صحنه رو بخوان جدی برداشت بکنن و یه ایرانی بره اسپانیا بخواد این کارو انجام بده. نباید انقدر ساده جلوه بدن و این صحنه رو این شکلی نشون بدن. من حالا میگم با برلین و کامیل کار ندارم، برلین و کامیل 2 کلام حرف زدن با هم دیگه، از جزئیات هم دیگه با خبر بودن، ولی اینکه دمین یه دفعه رفت تو خونه و رابطه برقرار، این خیلی دیگه مصنوعی و عجیب غریب بود اون صحنه. واسه من نباید اصلا اون صحنه گذاشته میشد توی سریال یا یه جور دیگه رابطه برقرار میشد. من اصلا از اون صحنه خوشم نمیاد و خیلی پیام اخلاقی بدی داشت اون صحنه. ولی یه پوینت مثبتی که تو قسمت هفتم دستگیرم شد بازگشت ریکل و آلیسیا به سریال بود. 2 کاراکتری که توی مانی هایست واقعا نقشه مهمی داشتن. از آلیسیا و ریکل 2 تاشون واقعا بی‌نظیر بودن توی سریال مانی هایست. برای همینه میگم که سریال مانی هایست حتما ببینید تا قبل از اینکه می‌خواید برلین رو ببینیدش. بازگشت این 2 تا در بودنشون کنار هم دیگه واقعا جو و لول سریال یه 2-3 تا پله بیشتر برد بالا و هیجان انگیزتر کرد کارو برای مخاطب. ولی بازم می‌بینیم که برلین به هیچ پلیسی باج نمیده،
و کارش خوب بلده. و آخرین پلان از قسمت 7 سریال برلین جایی بود که برلین و دامین داشتن اون موزیک زیبای اسپانیایی فلیشیتا رو میخوندن. من خیلی با صدای هر دو تاشون حال کردم و ریتم آهنگ و صدا و همه فضا واقعا برای من بی‌نظیر بود. تو حین اینکه برلین از ته دلش خوشحاله، داره میخونه، حال میکنه و تو اون عروسیه، ولی خبر نداره که کامیل رفته توی هتلش از تمام جزئیات برلین سر در آورده و فهمیده که چرا برلین انقدر داره بهش مهربونی میکنه، چرا فرانسوا الان تو زندانه، کی برای فرانسوا پاپوش دوخته، همه رو فهمید و میدونست که دزدی از اون خزانه کار برلین بوده، چون که تمام نقشه اون بانک رو دید، عکسایی که روی دیوار بود و دید، عکس فرانسوا رو دید و همه چی دستگیرش شد. تو همین حینم اون داشت توی سالن رستوران هتل برای اون عروسومان آهنگ میخوند. صحنه بسیار تاثیرگذار بود. خب قسمت 8 و آخرین قسمت از سریال برلین. تو قسمت 8 دیگه تقریبا همه به هم رسیدن. فقط زیاد راجع به برلین و کامیل مطمئن نیستم، چون که خب تهش نوشته بود برلین موقعی که حالا اون پولو داد به کامیل گفتش که بیا به این لوکیشن این روز، ولی خب به ما نشون ندادن. شاید توی فصل دوم سریال بخوایم این دو تا رو کنار هم دیگه ببینیم. ما روی این حساب میذارم که این دوتا هم به هم رسیدن، ولی خب بقیه کلا از بروس بگیر تا کلیا و کامرون و روی همه به هم رسیدن و پایان خوبی داشت سریال. هیچ کسی هم گیر نیافتاد و نقشه برلین خیلی خیلی خوب اجرا شد. ولی نقشه فرار کامرون و روی واقعا هیجان انگیز بود. اون شکلی که حالا پلیس میخواد سقف اون تراکتور رو چک پیش میکرد که باید نفسشون رو یه لحظه حبس میکردن، خودشون به پایین میکشیدن موقعی که میومدن رو سقف، موقعی که میخواستن زیر رو چک بکنن خودشون رو به بالا میکشیدن، خودشون نگه می‌داشتن. خیلی هیجان واسه مخاطب بالا برد که یه وقتی سوتی ندن، یه وقتی دستشون ول بشه، وقتی دیگه انرژی نگه داشتن نداشته باشن. همه اینا باعث میشد یه جوی برای مخاطب درست کنه که آدرنالین بدنش بره بالا. این سریال کلا با آدرنالین بدن شما بازی میکنه و هر پلان و هر صحنه‌ایش میخواد با شما بازی بکنه، پس مراقب باشین. ممکنه خیلی آدرنالین بدنتون تو این سریال بالا پایین بشه، آمادهش باشین 100%. و در آخر سوزوندن جزئیات توسط برلین. تو همون زمان کم تمام کارا رو کرد. موقعی که فهمید پلیس اومده شروع به تمیز کردن اتاق کرد، جزئیات همه رو سوزون، دوربینا رو هک کرد و خیلی راحت و خوشگل از هتل در اومدن. ولی خب خیلی سخت تونستن به اسپانیا برگردن. چند روز بعد با دوچرخه سواری توی کوه‌ها و جاده‌ها دوچرخه سواری می‌کردن تا بالاخره رسیدن به اسپانیا. ولی در کل پایان خوبی داشت سریال توی فصل اولش. تا ببینیم حالا فصل دومش اتفاق میفته. من تمام نظراتمو گفتم، اونم که سرتون رو درد نیاورده باشه به بهترین شکل ممکن. اگر جاهایی بد، حالا من نقد که نکردم، ولی یه در بررسی و بیشتر نظر خودمو در مورد سریال دادم. ولی اگه شما حالا نظری یا انتقادی در مورد سریال دارین، حتما تو کامنت‌ها واسم بنویسید. اینم از این. پس مراقب خودتون باشین. تا روز پنجشنبه و جمعه 2 تا ویدیو داریم. روز پنجشنبه قسمت 2، 3 و 4 سریال گناه فرشته بررسی میشه و جمعه‌ش هم قسمت 5مش اگه اشتباه نکنم بررسی میشه و گذاشته میشه. قربونتون برم. مراقب خودتون باشید. شاد پیروز در زندگیتون و اتفاقات مثبت. تا ویدیو بعدی میبینمتون. фелан. Задавай вопросов, не забивай голову проблемами. Не переживай ни о чем, мы просто оставь это мне.